مشکل ما آدم‌ها این هستش که اساساً و تحت تأثیر مسیرهای مغزیمون همیشه فقط جلوی پامون رو میبینیم. درود، وقت بخیر. الیاس هستم از استودیو سنز. تو این ویدیو میخوام در مورد دید و درکمون از زمان صحبت کنم. مشکل ما آدم‌ها این هستش که اساساً و تحت تأثیر مسیرهای مغزیمون همیشه فقط جلوی پامون رو میبینیم و برگرفته از DNA و اون ساختار وجودی که داریم جذب نتایج و لذت‌های آنی میشیم. در مورد این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد، ولی خلاصش به این صورت هستش که زندگی ما اصولاً در قالب عادت‌ها در جریان هستش. شکلگیری عادت‌ها تحت تأثیر هورمون‌هایی هستش که به خاطر همون دیه‌ای که قبلا گفتم در اثر نتایج لحظه‌ای و چیزهایی که قابل رؤیت هستن بیشتر ترشح میشن و به اون عادت‌ها استحکام میبخشن. اما حقیقت این هستش چیزی که ما به عنوان زمان حال ازش یاد میکنیم یک لحظه خیلی خیلی کوتاه هستش که در اصل باید بهش بگیم گذشته، ولی موضوع به همینجا ختم نمیشه. زمان حال واقعی ما ترکیبی از گذشته، حال و آینده هستش که به صورت همزمان میتونن با هم در جریان باشن. شاید الان دارید با خودتون میگید در زمان نمیتونیم سفر کنیم تا گذشته رو تغییر بدیم. باید بگم گذشته هم تغییر میکنه، اما چجوری؟ برای توضیح دادن این موضوع نیازه که با یک ایده دیگه آشناتون کنم. این که میگم گذشته رو تغییر بدیم، اولین چیزی که ممکنه به ذهنتون برسه این هستش که واقعیت نداره. یعنی اگر واقعیت داشت خوب بود. پس بیایید توافق کنیم که داریم در مورد واقعیت و زمان حرف میزنیم. تعریف این دو موضوع جزو تعاریف نسبی هستش. یعنی واقعیت و زمان هر دو میتونن با توجه به درکی که ما از شرایط داریم از فرد به فرد دیگه و از موقعیتی به موقعیت دیگه تفاوت داشته باشن. و خبر خوب این هستش که میتونیم درکی که داریم رو تغییر بدیم. درسته اتفاقاتی که در گذشته رخ داده عوض نمیشه، اما برداشت و درکی که از اون اتفاقات داریم میتونه عوض بشه. همونطوری که هورمون‌های ما و شرایطی که داریم میتونن درکی که در لحظه داریم و دیدی که نسبت به هر شرایطی داریم رو تغییر بدن، همین اثر رو بر گذشته هم دارن. به این نکته هم توجه کنید. شرایط فیزیکی بدن ما و هورمون‌ها در درک ما از شرایط اختلال ایجاد میکنن. در نتیجه با داشتن دانش و آگاهی کافی و تمرین میشه دیدگاهمون رو بهبود ببخشیم. خوبی‌های گذشته که ممکنه قبلا ندیدیم رو ببینیم که میشه خب گذشته رو تغییر بدیم و در نتیجه به بهتر شدن آیندمون کمک کنیم. برای تحقق بخشیدن به همه اینها کافیه به جای تکیه کردن به لذت‌های آنی و توجه کردن به آنچه در حال حاضر پیش رومون هستش یک نگاه کلی تر داشته باشیم و با توجه به تجربه‌های قبلی و پیشبینی آینده دورتر با توجه به اهداف بلند مدتمون برای لحظه حالمون تصمیم بگیریم. پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستم. دوست داشتید کامنت بذارید و یا دایرکت پیام بدید. همچنین اگر از این پست خوشتون اومد لایک و اشتراک یادتون نره و اگر خواستید عضو خانواده ما بشید حتما در این اینستاگرام هایلایت از اینجا شروع کن رو ببینید. خیلی ممنونم ازتون که گذاشتید یک بار دیگه مهمون لحظه هاتون باشم. امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه. با آرزوی بهترین ها تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.